به همین خاطر من همیشه بحریدین را صبورچیک میگویم. لابوته کم آرامت نگی 20 شینم 20 زبیده است. وای شوهرم میبینه. نگاه کنین بعد بزنین. Пойдем на прогулку. Ой, только не беги! باش نه نمیتونم. او سر نگاه کنه بگه. اوی اوچا جون اوچا جون. شرقی آزاد مکانی تجارت خرد دوران نورسیه. وقتی که من 13 سال داشتم هر روز پنجشنبه بعد از نصف روزی به اینجا می اومدم و از اینجا یک مقداری معین گازت ها رو هفته‌نامه ها که هر روز پنجشنبه نشر میشد می گرفتم و به دکان خرد گازت فروشی کیوسک میگویند می بردم. همینجا اصلا طول 3 سال من در همینجا در همین دکان خرد با گازت فروشی مشغول بودم. برای یک نورسه که در صنف 6-7 تحصیل میکند این البته کاری آسان نبود، چون هر هفته روزهای پنجشنبه ما میرفتیم به شرق آزاد و در آنجا مقدار زیادی گازت ها رو در آغوش گرفته برای کلان می آمدیم و ساعت های انتظاری نقلیات می شدیم و بیگاه می شد. بعضا وقت ساعت 9-10 شب می شد. نوابسته از گرمی و سردی هوا بعضا وقت مثلا در زمستان سرد بود. ما ساعت های 7-8-9 تا 10 شب البته با جمع و گرد کردن گازت ها مشغول می شدیم و بعدا گازت ها را درست جابجا کرده به راه می برآمدیم و چون به اینجا به این دکان می اومدیم ساعت شاید 9-10 شب می شد. سرما بود و اینجا هم البته این دکان هم دکانی گرم نبود. در فصل سرما خورد در اینجا یک پیچکچه میمونده، فقط پایهایمون گرم میشد تمام. و در برای حال یک گازت 10 درم 15 درم 8 درم همین قدر میمونده و اصلا که کاری آسان نبود برای یک نورس صنف 7-8 خوند بعد از درس البته ساعت 5-6 بیگاه. و خدا رو شکر میکنیم که همین گازت فروشی سبب شد و ما امروز راه یافتیم به تلویزیون و به ایجادکاری و ژورنالیستیک. لحظه ایام کودکی هیچ از خاطرم نمی رود که وقتی که روز 1 سپتامبر بود و همه کودکان دهه آمادگی می گرفتیم برای رهسپار شدن به سوی مکتب و چون سالایی که سالای بعد جنگ شهروندی بود، سالای خیلی تنگ دستی بود، مردم اونقدر زندگی سعادتمندانه نداشتند و پدرم برای من یک شلوپکی خریده بود. در اون شب و روز لباس یگانه نبود، یک شلوپکی که یک بند داشت بالاش که ملایمکک بود. در یادم است رنگاش سرخ و سیاه همه خیلی بودم و همون شلوپکی رو پوشیدم. رفیق بچه‌ها با من از شلوپکی نخری. نه آبداشتم با من مایکا خداست. رفتم و گلوی هست آبوزی میرم.
روزی خیلی زیاد گریه کردم. راستی گفت خیلی خورد بودم و زیاد گریه کردم برای شلوپکیم، برای درسایم، برای عاجزی و ناتوانیم و با همین من 1 ماه درس نرفتم، شاید 1 ماه زیادتر، چون شرایط نبود که باز برای من پای افزار بخرند و من دوباره به درس بروم و 1 ماه 2 ماه پس باز امکانیت شد و والدینم برای من شلوپکی خریدند و من باز به درس رفتم و همین لحظه رو شاید تا امروز فرزندان پدر من هم از این حالت شاید فراموش کرده باشند این حالت رو، لیکن واقعا میدونید انسان مرحله های خیلی زیاد رو میگذرد، از کودکی تا جوانی تا پیرانسالی و همه اینها رو باید که تحمل کرد و به سعادت رسید. حرف سر یک جوانمرد است که سر تا پا هنر است، استعداد است و از آن افتخار میکنم که زمان رهبلدی این جوانمرد نیکسریش را بر دوش خویش داشتم، یعنی بهرالدین صبور. شناسایی ما در خانواده یک تن از شنونده های رادیوی صدای دوشنبه، اکرامی محمودزاد به وقوع پیوست. برای دستشویی بیرون شدم، از پسم یک جوان خرابینه کاهیده اندام بیرون آمد و میخواستم دست بشویم، گفت من آب میریزم. گفتم نه خیر، ولی ایستادگری کرد و از آنجا ما رقم‌های همدیگر را گرفتیم و من بعد به من زنگ میزد و گفت یک دکان دارم در میکرورایون 63، اگر خطا نکنم آنجا فعالیت میکنم، پدر و مادرم هستند، خواهرم، برادرم و یک روز که گذارم از آنجا میگذشت از دکانش دیدن کردم، فکر کردم قندی نمیفروشد یا کلچقند یا چیزی دیگر، یعنی که برای زندگی. وقتی وارد دکان شدم آنجا دکانی روزنامه فروشی بود. بهرالدین را سرگرم مطالعه یافتم، یعنی از اینجاست که میگویم یک جوان است که به قلم به کاغذ بودن نمیتواند و بدتر از من خواهش کرد که اگه من میخوام بنویسم. من که آنگام در روزنامه محبت و آیله فعالیت میکردم و همزمان با روزنامه با نفوذ آیله هم همکاری داشتم و مقاله اولینش را آورد در مورد یکی از آوازخوان‌ها بود، با هم تحریر کردیم و آن مقاله چاپ شد و وقتی که بهرالدین در دست روزنامه نزد من آمد خیلی خوشحال بود، خرسند بود، یعنی که جالب من گفت اکا ببین من میوه اولین زحمتم رو چشیدم، یعنی مقاله من چاپ شد، اکنون من ژورنالیست هستم و امروز من از آن افتخار میکنم که بهرالدین توانست در جامعه موقع خویش را میان جوانها پیدا نماید، رسالت سخن را، قلم را زی شکستن برد تا ناشکستن، این است وظیفه هر یک جوان مرد. و یادم است یک وقت بیمار شدم و در خانه کسی نبود، کودکانم در دهه بودن. من از بهرالدین خواهش کردم که یک لحظه بیاید و یک دسته روزنامه ها را همراه خویش بیارد. تا آمدن بهرالدین راستی احوالم خیلی بد شد. من بودم در خانه و تنهایی. بهرالدین آمد بالای سرم نشست، دست به پیشانیم گذاشت، گفت اکا تب داری؟ من گفتم نه میگذرد. نمیدونم از کجای تب آورد به من خوراند و بالای سرم نشست. چند مدت راستی از میان گذشت، با من غنبم برد، با رخسارهام رسیدن قطره های اشک یا انیخترش آب من بیدار شدم. چشم باز کردم، بهرالدین بالای سرم میگیرید. از اینجاست که نهادش پر از مهر است، پر از صمیمیت است، پر از آدمگری است، صداقت است، وفاداری است. مخلصان عزیز، من نامی که دوست می‌دارم برای بهرالدین و در پیش شما میشه بهرالدین صبور میگویم، اما ما با این درجه نزدیک هستیم، با این درجه ممکن فکر میکنم که نزدیکترین انسان در جاده صنعت برای من بهرالدین باشد. به همین خاطر من همیشه بهرالدین را صبور چیک میگویم. بله. ممکن فکر میکنم که یگام کس این
ягон кас маро ба ин исм садо намекунад вохенам. Фақат Фарзонаи Хуршед аст ки вақте ки гӯширо мебардорам, Сабур чек, ту дар куҷои? Ман Баҳриддини Сабур. Сабур ин насаби ман нест, исми падари ман нест. Сабурро ман худам интихоб кардам, соли 2012 буд. Вақте ки муҷарраҳои зиндагӣ зиёди бад болои ман омад, ман Сабур насаб интихоб кардам ба хотири сабр кунанда. Даврони наврасӣ ва кӯдакӣ бисёр барои тамоми кӯдакон ва наврасон даврони ширини ҳаёт ба ҳисоб меравад. Лекин даврони кӯдакии ман ва наврасии ман мисли дигарон набуд. аз ҳамон рӯзе ки худро мешиносам, ман медонам шояд 7 сола будам ё 8 сола, ман худро дар кору дар меҳнат дидам. барои ман ҳеҷ ҷои нангу ҷои айбу шарм набуд кор кардан, корҳое ки ман дар гузашта кардам. мисол борбардорӣ мекардам дар бозори Султони Кабир. амакоям ба фурӯхтани қолин машғул буданд ва дар оила ки ман акам ва падарам буд, модарам худованд равонашонро шод бисозад, модарам зани хонашин буданд ва падарам кор мекарданд. Ami چند قدره؟ این 4 متره. میشوه. چنده نخش؟ 120 متر. 100 دای میشوه؟ 4 متر میگی؟ اوه. مایل میشه. صفتش خوبه؟ صفتش نقدن ان شاء الله که استفاده نه. نمونه ببین. 300 مایل خیلی خوبه. مایل کار زای نقدن. مایل. بابا تاش ماشین تو نرو. زود برسه. آه. مایل. دو سال عمری من در باربرداری که من صنف 7-8 میخواندم تقریبا. بعد از درس یک پیش از درس من میرفتم و شاید در همین شب و روزهایی که ما با باربرداری مشغول بودیم، شاید زیادی نفرها اگر زیادی نورسا با بازی و با کارهای دیگر مشغول میشدن با استراحت، لیکن در ما شخصا در حیات من کلمه استراحت وجود نداشت تا امروزه. تمام رنج‌هایی که در کودکی و نورسی دیدم نزد این رنجوری هایی که در این کلان سال دیدم هیچ. از دست دادن دو فرشته زندگیم، البته میدونید بال و پرهای مرا شکست. در گذشت مادرم، در روز جشن عروسی خواهرم و در گذشت پدرم که خیلی نابهنگامی بود و آن گونه‌ای که من شکستم در زندگی، یگون درد و رنج مرا به این گونه از زندگی رو افتاده نکرده بود. وقتی که مادرم درگذشت از بیماری جگر، میدونید خیلی سخت بود و برای یک نفری که در ایام سبزیدن آرزوهایش است و چراغ خانه‌اش را، ستون خانه‌اش را و فرشته خانه‌اش را وقتی که از دست می‌دهد، این بهت یک تکانی سخت است. مادرم در پشت خواب است، رعد بیدارش نخواهد کرد، برق نافورش نخواهد کرد، دوری و بیرحمی من نیز آزارش نخواهد داد. مادرم در پشت خواب است، قطره را در برگ گل مهتاب می‌بیند. مادر من در حرمزار مزارش زندگی را خواب می‌بیند.
زندگی به مثل یک پیروهایی است که در آنجا زینه‌پایه ها وجود دارند و قدم اولین من در این زینه‌پایه های زندگی البته به سوی موفقیت از تلویزیون آغاز یافت، از تلویزیون سفینه و برنامه چمن آرزو سال 2008. در این برنامه جوانان خیلی زیاد اشتراک می‌کردند و هواداران خیلی زیاد هم داشت این برنامه. و سال 2009 اولین فیلم من با نام مهراب روی نوار آمد و پخش شد. سال 2012 فیلم دوم من با نام بعد از غروب، البته در این فیلم من همچون مؤلف سناریو و پرودوسر بودم. سال 2014 تا 2019 همه ساله برنامه‌های پرشکوه کنسرتی سال نوی من با اشتراک ستاره‌های سرشناس کشور دایر میشد. سال 2017 البته که سال جوانان اعلان شده بود، در این سال من از جانب وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان همچون علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان نشانه قبول کردم که از این خیلی سرفراز گشتم و در سال 2019 در جشنواره گلدن پیپل ایوارز در دولت آذربایجان همچون پرودوسر بهترین آسیا البته صاحب دیپلم و جایزه گردیدم که از اینم خیلی شاد و سرفراز هستم و اصلا فکر میکنم که این هنوز انجام کار نیست. در زندگی همیشه نیک باش، حتی اگر انسان‌های اطرافت نیک نباشند. میدونید برای نیک بودن و نیکی کردن و نیک زیستن هیچ ثروت زیادتی لازم نیست. مهم این است که قلب پاک داشته باشه. قلب را از کینه و بخیلی امین نگاه بداریم. به حال کسی نخندیم، نه به حال یک عرابکش، نه به حال یک کفش دوست، نه به حال یک نفری که بار میکشد، چون ایشان مهنت میکنند و مهنت همیشه نتیجه خوب میدهد. تمام بزرگان ما در نتیجه رنج کشیدند و مهنت کردند به مقام رسیدند. برای همین مهنت را همیشه باید دوست داشت و همیشه به پیش حرکت کرد و از قسمت شکرگزار باید بود.